بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان علیه السلام وقتی که نوشته کرد چی میگه؟ الله تعالو علیه، شما بلند پرزدازی نکنین، زوراوری نکنین، تکبر نکنین علیه بالای من و اتونی مسلمین و بیاین پیش ما مسلمان شدگان. از اینا دعوت میکنه که شما رهبریت سیاسی اسلامی تقاضایشی است که شما بیاین و مسلمان شوین و یا ای هم که شما تسلیم شریعت الله شوین. قالت، ای خانم گفت یا ایها الملأ، ای کابینه من، بزرگای یا مجلس دربار من، افتونی فی امری، شما برای من مشوره بتین، رأی بتین، فتوا بتین در کار من. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، میگه حتی امی زنم که بود ای هم سیاستمدار خوبی بود و مشوره میکرد با امرای امو کسایی که امرایش بودن. برای از اینا میگن که ما کنت قاطعتا امرا، من نیستم که قاطعتا امرا که یک فیصله بکنم قاطع، یک فیصله بکنم تصمیم قاطع بگیرم، حتی تشهدون، تا وقتی که شما در اونجا حاضر باشین. یعنی من تصمیم نمیگیرم تا وقتی که شما حاضر باشین و مشوره بدین. قالو، اعضای کابینیش برش گفتن که نحن اولو قوت و اولو بأس، ما هم صاحب قوت هستیم، قدرت هستیم و هم اولو بأس هستیم و هم امکانات جنگی خوبی داریم. اولو بأس شدید یعنی امکانات جنگی سخت. والامر الیک، و فیصله و اختیار به شما هست. فانظری، پس شما ببینین که ماذا تأمرین، شما چی حکم میکنین. قالتی، خانم میگه که ان الملوک، بعضی کسا را سأل کنین که هنوز نمیفهمه، جنگ شروع میکنه در حالی که زور هیچ چیز نداره. که یک مملکت جنگ اقتصادی میکنه و اقتصادش قوی است، اقتصادش ضعیف، نه خیزک زده میره، دیگر روز خودش تکه میشه. که یکی دیگه جنگ میکنه او مملکت قوی هست، ای ضعیف است. اول امکانات و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الله میگه اول خدا خوب قوی بسازن، بعد از شما چی کنین در این مسائل جنگی و را تصمیم بگیرین. عالی برش میگه که این خانم بسیار هوشیار است. چی میگه؟ میگه ان الملوک، عادت پادشاه ها میگه چی است؟ اذا دخلوا قریه، وقتی که در یک قریه داخل شد، افسدوها، او را فاسد میکنن. شما که لشکرهای خارجی را در کشورتان اجازه بتین یا به جنگ یا بیا به دوست ما هستی تو بیا در مملکت ما، او چی میکنه؟ او مملکت را فاسد میسازه. جوانای تا ببینی که 20 سال بعد کلش همجنسگرا، مخدر، رقاصه، دلچی، باز میگی گر ندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. اینی غیرت افغانی است که 3 میلیون در دریایشان پودری داره. اینی غیرت افغانی است که رقاصه با سفیرش است، رقاصه را میگه سفیر ماست و از دیگر رقاصه کسی مدال میگیره. اینی غیرت است. این برشان میگه که اگر چیزن تابال مسلمان نشده و آفتاب پرست است لکن عقل داره حداقل. چی میگه؟ میگه اذا دخلوا قریه، ای پادشاه ها عادت دارن وقتی که در قریه داخل میشن در یک مملکت، او را فاسد میکنن. و جعلوا اعزت اهلها اذله، اما عزیزترین مردم ذلیل میسازن. باز او قریه که خارجی ها باشه و چی میکنن؟ مردم های با عزت چی میسازن؟ به عزت میسازن. خب عالم پیششانه هیچ ارزش نداره، دانشمند ارزش نداره، علمای بسیار خوبشان در زندان ها می باشه، دانشمندان را کلشان به بهانه‌های مختلف از بین میبرن. کی را رشد میتن؟ رقاصه، دانگایی، لچک، بد اخلاق، دزد، اختطافچی، اینیا بازی که بسیار در اون مملکت توسط خارجی ها این رشد پیدا میکنن. حالا از ما و شما که بود مثلا در یک مملکت من رفتم، یک کنفرانس بین المللی بود. وقتی در اون کنفرانس بر ما هم حق دادن که اشتراک کنیم، اون وقت من محصل بودم، برای من فقط در کنفرانس یک 3 دقیقه وقت دادن. 1 دقیقه یک استاد داشتیم مرا گفت که شما فقط در کنفرانس اشتراک کردن میتونین که حق گپ زدن ندارین، چون میمانایی که هستن از اروپا و از امریکا و از آسیا و افریقا آمده بودن،
یک کنفرانس بود به نام ژورنالیسم اسلامی. ما دمی حاشیه از این کنفرانس بر ما هم اجازه داده بودن، اونجا ما ماستری میخواندیم، گفت شما هم میتونید که اینجا اشتراک کنید. خب من که در اونجا اشتراک کردم، دلم طاقت نکرد دست خود بالا کردم. خب یک دفعه بالا کردم دیدم همون رئیس مجلس که بود یک استاد ما بود، او برای ما یک دفعه گفت فقط 1 دقیقه وقت داری. من مایک که گرفتم 1 دقیقه گپ زدم، دیدم که دیگرها صدا کردن که نه 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 برش 5 دقیقه وقت بده که گپ بزنه. خب بالاخره من 5 دقیقه در مایک گپ زدم در کنفرانس. وقتی که در دالیز برآمدیم 1 نیم ساعت بعد یک چای هم اونجا میخوردن، در جیدیان چای خوردن 7-8 نفر آمدن پیش من، مرا در بغل خود گرفتن. من تعجب کردم، گفت والا یکیش گفت که من ماستری خود در شخصیت سید جمال الدین افغان نوشته کردیم، چون ستاره افغان کی بود؟ سید جمال الدین افغانی بود. گفت من ماستری خود نوشته کردیم. دیگه گفت من دکترای خود نوشته کردیم. او گفت ما بین اندیشه هگل و بین اندیشه سید جمال الدین مقایسوی، ما شاگردای سید جمال الدین افغان هستیم. و تو که امروز گپ زدیم ما فکر کردیم که والا یکی از نواسه های سید جمال الدین افغان استاد ما آمده تا آمدیم با آغوش خود گرفتیم. باز گفت ما به این عقیده شدیم، مردم فیصله کردن که سید جمال الدین افغان نباید ستاره افغان باشه، بلکه ما من حیث ستاره شرق شناختیم. کل جهان اسلام ستارهش یا نابغه‌اش کی باشه؟ سید جمال الدین افغان. خب سید جمال الدین افغان خوبی های خودم داشت، اشتباهات خودم داشت. خب مقصد او وقت یک کسی که در یک جای میرفت عالم بود، دانشمند بود، او ستاره افغانستان بود. آل ستاره افغانستان کی است؟ از او کده که لچک نباشه، از او کده که لندغر نباشه، از او کده که بد اخلاق نباشه، او را ستاره قرار میده. کاش که اگه عالمی را ستاره می ساختن که به اینی عالم 40 کتاب نوشته کرده. بعضی کشوراست ستارهشان یک دانشمند را میگه که 40 کتاب نوشته کرده. یک کس دیگه است که مثلا اول نمره عمومی پوانتون است، باز میگن کینی در کانکور عمومی پوانتون اینا اول نمره عمومی شده، قدر نمره گرفته. اینی ستاره از این مملکت است. اینا اول نمره کانکور پوانتون کس نمیشناسه، اول نمره ساینس کس نمیشناسه، اول نمره عمومی ادبیات کس نمیشناسه، اول نمره طب نمیشناسه. ما جوانای بسیار خوبی داریم که اگر اینیام من حیث ستاره معرفی شوند، بر از اینا شهرت داده شود. علمایی داریم که مثلا 50 60 100 کتاب تالیف کردن. یکی از دعوتگرای اسلام بگه که اینی ستاره کشور ما هست، اینی می باشه. از این خاطر میگه که چی است؟ جعلوا اعزت اهلها اذل. باز میگه این پادشاهای خارجی که در یک منطقه مداخله میکنن چی میکنن؟ عزیزترین مردم چی میسازن؟ ذلیل میسازن. و ذلیلترین مردم چون او به نفع استعمار است، ساز به نفع استعمار است، اختطاف به نفع استعمار است، تعصبات قومی به نفع استعمار است، یا را رشد میتن. و کذالک یفعلون، اینی قسم اینا انجام میده. آل پادشاه ها همیشه میگه فکرتان باشه که پادشاه کافر همیشه رهبریت سیاسی اسلامی را با مادیت فریب میتن. آل ای خانم چون آتش پرست است، برای کی روان میکنه؟ برای سلیمان علیه السلام. میبینه که آیا ای واقعا ماتریالیست است، ماده پرست است؟ اگر ماده پرست بود از طریق ماده ای را خاموش میسازیم، اگر نبود باز می تصمیم خودم میگیریم که چی باید بکنیم. و اینی مرسلت الیهم بهدیه، میگه من میفرستم برای ایشان یک هدیه، خوب ظروف طلایی و خوب لاکت طلایی و خوب هدیه های طلایی و الماس و این گپا رو برش روان میکنم. فناظرتون، پس میبینم که بما یرجع المرسلون، که باز امو سفیرای ما که بر از اینا روان کردیم، نمایندای ما و چی خبر میارن. اگه دیدن که باز با اون پیسه سر خود تسلیم کرد و مال گرفت و تسلیم شد، پس معلوم میشه که یک مردمای دنیا پرست است، باز کدشان معامله مادی میکنیم. فلما جاء سلیمان وقتی که میگه عمود سفیرای از آمدن پیش سلیمان علیه السلام، قال اتمدوننی بمال، آیا شما برای من کمک مالی میکنین؟ من احتیاج هستم، گشنه هستم، من خونه هستم. فما آتانی الله خیر، فما پس آنچه را که آتانی الله بر من داده او خیر است مما آتاکم، نسبت به او چیزی که الله بر شما داده. الله بر من عقیده داده، الله بر من توحید داده، الله بر من نبوت داده، الله بر من امکانات اقتصادی خوب داده، الله بر من قناعت داده، الله بر من عزت داده.
این کلش سلیمان علیه السلام میگه او چیزی که الله بر ما داده او بهتر است مما آتاکم نسبت به چیزی که بر شما داده که فقط اینمی یک مقدار طلا هست و الماس است و زمرد است، یک مقدار مادیت است. بل انتم به هدیتکم تفرحون، بلکه شما با این توفیق که آوردین بسیار خوشحال هستند. ارجع بازگرد الیهم به سویشان فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها، برشان بگو که ما تسلیم این چیزای شما نمیشیم، ات یک لشکر برتان میاریم که لا قبل لهم بها، که در مقابل از او هیچ طاقتی اینا نداشته باشه. ولنخرجنهم منها اذله، باز ما اینا را بیرون میکنیم از این سرزمین ذلیل و هم صاغرون، در حالی که اینا خوار باشند. سلیمان علیه السلام با امو عزت و با امو وقار خود گپ میزد. مثل که وقتی که پیش آخرین خلیفه مسلمان ها که چیز آمدن، آخری خلیفه مسلمان ها در ترکیه بود، پیش از آمدن یه اتاتورک مرتد کافر، پیش از این وقتی که پیش خلیفه مسلمان ها یهودی آمدن و برش گفتن ما تو را پیسه میتیم و بر توی قدر امکانات میتیم، او سلطان عبدالحمید رحمت الله علیه بود و برش گفت که تا وقتی که ما تکه تکه نشدیم یک بلست خاک فلسطین بر شما نمیتم. تا زمانی که سلطان عبدالحمید در رأس قدرت سیاسی بود و مسلمان ها خلافت اسلامی داشتن، یک بلست خاک فلسطین اونا گرفتن نتانستن، نه به پیسه نه به هیچ چیز، نه به هیچ در مقابلشان. وقتی که خلافت اسلامی سقوط کرد باز فلسطین اون یهودی ها گرفتن تا این امروز. اینا گفت در حالی که شما ماید ذلیل میسازیم و هم صاغرون، در حالی که خوار باشن. قال یا ایها الملأ، گفت ای سرداران، ایوکم، آل سلیمان علیه السلام وقتی که خط از این پس پیشش میره، آلی خانم آماده میشه، ای پادشاه که من میایم که سلیمان علیه السلام باز ملاقات میکنم. آلی که ملاقات میکنه، آل سلیمان علیه السلام به خاطر که میفهمه که کافرها که هستن از نگاه مادی زیاد سر تکنولوژی حساب میکنه، پس مسلمان هم باید بر از اینا قوت تکنولوژی خود و قدرت خود نشان بده. بر از اینا میگه که یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها، کی میتونه از شما که امی تخت کی ساخته، امی تخت از زنده انتقال بده، قبل ان یأتونی مسلمین، پیش از اینکه اینا پیش ما تسلیم شون بیان مسلمان شون. قال عفریت من الجن، میگه یک عفریت، یک قوی از جنها که پیش سلیمان علیه السلام بود، انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، برای سلیمان علیه السلام میگه که پیش از اینکه تو از این مجلس تا ختم بکنی، من اینه میره میتونم که بیارم تا ختم مجلس و جلسه. و اینی علیه لقوی امین، ما هم قوی هستم و هم امانتکار هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب، اما او کسی که برای علم از کتاب بود، علما میگن که این کی بوده؟ یا یک ملائکه بود پیش سلیمان علیه السلام و یا خود سلیمان علیه السلام. برای گفت که انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت خیمه بر تو وقت میرمش پیش از اینکه تو چشمت پلک بزنی. یرتد طرفک، پیش از اینکه چشمت پلک بزنه ما امی تخت حاضر میکنم. پس معلوم میشه که سلیمان علیه السلام معجزه‌اش همین بود که هوا و ایگپا کلش چی بود از معجزات سلیمان علیه السلام بود. وقتی که میگفت حرکت کو، امی چیزش حرکت میکرد، امی بسته امی تخت سلیمان علیه السلام. گفت من تخت از هم به یک ثانیه برای تمام حاضرش میکنم، که اینجا معلوم شود که از جنها کده پیغمبرا کرامتشان و مقامشان چی است؟ عالیتر و قوتشان بیشتر است. خب فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، چون فلما پس هنگامی که رآه دید آن را مستقرا که نهاده شده عنده به نزدش، قال هذا من فضل ربی، گفتی از فضل پروردگارم است. این دیگه الله متعال به امر الله این تخت ازی برازی آمد، لیبلونی اشکر ام اکفر، الله مر امتحان میکنه که آیا من شکران الله را میکنم موحد میشم، ام اکفر یا من کفران نعمت میکنم و مشرک میشم. و من شکر، و هر کسی که شکر و سپاس بکنه فانما یشکر لنفسه، پس این شکر ازی، این توحید ازی لنفسه به منفعت خودش است. و من کفر، و هر کسی که ناسپاسی و کفر بکنه فان ربی غنی کریم، یقینا که رب من غنی و کریم است. قال، گفت سلیمان علیه السلام که نکروا لها عرشها، گفت امیر
تحت زیر یک تغییره که درش بیارین، ننظرو که ما ببینیم اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، که این میفهمه یا از جمله کسایی است که باز نافهم است، نمیفهمه. فلما جاءت، پس وقتی که میگی خانم پادشاه آمد، قیل اهکذا عرشک، گفت همین قسم است تخت تو؟ قالت، گفت که انه هو، مثل که ای امو تخت ما باشه. و اوتینا العلم من قبلها، میگه بر ما قبلا علم بر ما داده شده، و کنا مسلمین، و ما هستیم مسلمانان. و صدها ما کانت تعبد من دون الله، آل میگه سلیمان علیه السلام مانع از این شد، از آنچه که عبادت میکرد از بغیر از الله، مانع عبادت غیر الله شد. یعنی سلیمان علیه السلام این دعوت کرد به طرف اسلام و به طرف توحید. انها یقینا که امی خانم که بود، کانت من قوم کافرین، از قوم کافر بود. قیل لها ادخلی الصرح، آل برزی انتقال تکنولوژی خودش هم نشان داد که این تو پیش ما آسان است، و هم تکنولوژی خود آل برش نشان میده. سلیمان علیه السلام آل یک قصر میسازه که روی از قصر شیشه کار شده و در زیر از آب جریان داره، و کسی که سر از شیشه می راه میره فکر میکنه که این قصر کلش آب است. قیل ادخلی الصرح، گفت داخل شوین شما خانم دمی قصر. فلما رأته، پس وقتی که میگه این خانم این قصر سل میکنه، زمینش حسبته لجه، فکر میکنه که این آب است و چقدر آب عمیق است. و کشفت عن ساقیها، میگه خانم عادت داره وقتی که جای آب باشه بازمو دامن خدا چی میکنه؟ بالا میگیره که تر نشه. میگه این دامن خدا بالا گرفت که ساقهای پایزی معلوم شد. قال، برش گفت سلیمان علیه السلام که انه صرح، ای قصر که است، ممردن که در بین ازی بسیار درخشان است، من قواریر، ای از شیشه های خاص ساخته شده است که این کلش آب نیست. پس شما فکر میکنین کل تکنولوژی پیش شما است، کل تمدن پیش شما هست. ما سیاستمدارای مسلمان هم تمدن خدا داریم، امکانات خدا داریم، و این تمدنی بود که این پیغمبر این سلیمان علیه السلام داشت. قالت ربی، آل ای زن فهمید که والا ما هم از نگاه تکنولوژیک ضعیف هستیم، هم از نگاه ایمانی ضعیف هستیم. آل ای زن مسلمان شده و تسلیم میشه به دین اسلام. قالت، میگه که رب ای پروردگار من، انی ظلمت نفسی، یقینا که من ظلم کردم بالای نفسم، و اسلمت، و من مسلمان شدم، اسلام آوردم، مع سلیمان، به امرای سلیمان علیه السلام، لله رب العالمین، به الله که رب العالمین است. الله متعال میگه در جمله از این سیاستمدارا باز هم دیگه اقوامی بودن که این طرف سیاست ظالمانه هست، و از در مقابلش پیغمبرایی هستند که سیاست عادلانه را تطبیق میکنن. از این جمله الله متعال میگه ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا، ولقد، و یقینا که ارسلنا فرستادیم الی ثمود، با قوم ثمود، اخاهم برادرشان. برادر چند قسم است؟ یکی برادر سکه هست که از مادر و پدر است، یکی برادر پدری هست که از پدر هست، مادرشان جدا هست. یکی برادر مادری هست که از مادر است، از پدر نیست. یکی برادر رضایی هست که کسی شیر خوردن در طفولیت، این برادر رضایی میگن. یکی برادر دینی هست، انما المؤمنون اخوة. 5 قسم ششم برادر چی است؟ انسانی هست که در انسانیت یکی هستن. ولقد کرمنا بنی آدم. ولقد ارسلنا الی ثمود، الله متعال میگه فرستادیم بر ثمود، اخاهم برادر چی شانه؟ برادر انسانی شانه که صالح علیه السلام بود. ان اعبدوا الله، این که شما عبادت الله را بکنین. فاذا هم فریقان یختصمون، اینجا هم دو فرقه شدن، یک فرقه سیاسی عادلانه که در رأسش پیغمبر است، و یک فرقه سیاسی جاهلانه که در رأسش شیطان ها هست. یختصمون، با هم خصومت میکردن. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة، این پیغمبر برشان صالح علیه السلام میگه قوم، چرا شما عجله میکنین در زشتی ها؟ قبل الحسنه، پیش از نیکی ها. لولا تستغفرون الله، چرا شما از الله مغفرت نمیخواین؟ لعلکم ترحمون، شاید که بالای شما رحمت الله نازل شود. قالو، گفتن طیرنا بک، یعنی ما فال زشت گرفتیم.
اونا پرنده ها را وقتی که میدوختن ایره طیاره میگفتن، فالبینی میکردن. یگان کس را میگه که والا من تو را فکر میکنم تو خراب آدم هستی. گفت ما تو را فال زشت گرفتیم تو را و بیم معک و کسایی که امرای تو هستن. قال گفت طائرکم بدقدمی شما که است عند الله به نزد الله هست، این اعتقادات غلط شما هست. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما قومی هستین که در امتحان واقع شده است. پیش از اینکه شما فال زشت ببینین، چرا شما فال نیک و درست چرا همیشه سر مردم گمان زشت میکنین؟ گمان خوب بکنین. این فال بینی و فالگیری و گپا را بانین. و کان فی المدینه 9 رهط، میگه در این شهر 9 حزب بودن، احزاب سیاسی خطرناک. یک حزب خود نبود در مقابل این سیاستمدار مسلمان صالح علیه السلام. میگه در مقابل از این 9 گروه بودن، 9 حزب بودن. یفسدون فی الارض، که اونا فساد میکردن در زمین. ولا یصلحون، و هیچ عادتشان این احزاب اصلاح نمیخواستن، فقط اینمی فساد و گمراه ساختن و مشرک ساختن و مرتد ساختن همین بود. قالوا تقاسموا بالله، گفتن امی احزاب سیاسی که قسم بخورین به الله، لنبیتنه و اهله، که ما کل ما شب حمله میکنیم بالای یزی و بالای خانوادهش. ثم لنقولن، باز میگیم برای کی؟ لولیه، برای کسایی که وارثین ازی هستن. ما شهدنا، بعد دیگه قومش میگیم که ما خبر نداریم مهلک اهلی، که هلاکت خانوادی ازیره. و انا لصادقون، ما راست میگیم. گفت میریم کل ما سر عزیز صالح علیه السلام حمله میکنیم و سر خانوادهش. باز بر دیگه اهل قوم ها اتراج میگن که ما خبر نداریم، ما و انا لصادقون، راستگوی هستیم. و مکروا مکرا، ای احزاب چی کردن؟ ای اشخاص بیدینی که در رأس از احزاب قرار داشتن، دسیسه ساختن، با دسایس و برنامه ریزی کردن، با برنامه ریزی های خطرناک. و الله متعال میگه و مکرنا مکرا، الله متعال میگه ما برنامه ریزی کردیم، پلان سازی کردیم، تدبیر کردیم. مکرن، با تدبیر عادلانه ای که به عظمت الله شایسته است. و هم لا یشعرون، در حالی که این مردم احساس نمیکردن که ما هم برنامه ریزی میکنیم. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، پس ببین که چی شد عاقبت فریبکاریشان. انا دمرناهم، ما اونا را چی کردیم؟ هلاک ساختیم. و قومهم اجمعین، و تمامی قومشان را. فتلک بیوتهم خاویه، ببین که خانه هایشان چی شده؟ خراب افتاده. چرا؟ بما ظلموا، به سبب از اینکه خودشان ظلم کردن. ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون، دری دلیل بسیار روشن است برای قومی که اونا علم دارن. و انجینا الذین آمنوا، و ما نجات دادیم، الله متعال میگه کسایی که ایمان داشتن و کانوا یتقون، و با تقوا بودن. همچنان از جمله رهبرای سیاسی که در مقابل رهبریت ظالمانه قرار داشت لوط علیه السلام است. اس قال لقومه، وقتی که گفت برای قوم خود اتأتون الفاحشه، شما یک کار بسیار زشت بی حیایی را میکنین. و انتم تبصرون، در حالی که شما میبینین که این کار بد است. انکم، شما لتأتون الرجال، شما میایین با مردها شهوتا، امور شهوانی را انجام میتین، من دون النساء، بغیر از خانم ها. بل انتم قوم تجهلون، شما بسیار مردم جاهل هستین. فما کان جواب قومه الا ان قالوا، جواب قومش چی بود؟ جواب قومش نبود مگر ای که گفتن اخرجوا آل لوط، خانواده لوط علیه السلام از خانه‌هایشان بکشین، من قریتکم، از قریتتان. انهم اناس یتطهرون، اینا مردمایی هستند که به پاکی میخواین زندگی کنن. الله متعال میگه فانجیناه، پس ما نجات دادیم لوط علیه السلام را و اهله، و اعضای خانوادهش، الا امرأته، مگر خانم ازیره که ایمان ناورده بود. قدرناها، که ما مقرر کرده بودیم بالای ازو که این هم باشه من الغابرین، از جمله کسایی که هلاک میشن و باقی میمانند در قریه. و امطرنا علیهم مطرا، و الله متعال میگه بالای از اینا باراندیم، باران را که از سنگ بود. فساء، بسیار زشت بود، مطر المنذرین، بارانی که بالای کسایی که ترسانده میشه این باران باریده میشه. قل الحمد لله، بگو که حمد و ثنا و صفت برای الله هست. و سلام علی عباده الذین اصطفى، و سلام است بر بنده هایش که او را الله متعال برگزیده است. و الله خیر اما یشرکون، آیا الله خیر است یا آنچه که اونا شرک میرن؟
امن خلق السماوات والارض. الله متعال اینجا استفهام میکنه، استفهامی که توبیخی میباشه، سرزنش میکنه که او کسانی که شما مخالفت با شریعت الله میکنین و میرین به غیر الله را قانونش تطبیق میکنین، شریعت و قانون الله را رد میکنین، شما به گمراهی میرین و عبادت غیر الله را میکنین، شما خو عقل دارین. امن خلق السماوات والارض، کی خلق کرده آسمان ها و زمین را؟ و انزل لکم من السماء ماء، و کی هست که نازل کرده از آسمان آب را؟ فانبتنا به حدائق ذات بهجه، باز رویانیده است به توسط همین آبی که از آسمان و از ابرها نازل میشه، حدائق باغهایی که ذات بهجه که بسیار زیبا و شایسته هست و بهجت و زیبایی داره. ما کان شایسته و ممکن نبود برای شما انتم بیتو شجره ها که شما امی درخت یا نیالی هزیره برویانین، پس به قدرت الله متعال است که میرویه. اله مع الله، آیا معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه اوتی یک معبودی به امرای الله هست؟ بل هم قوم یعدلون، بلکه اینا قومی هستن که یعدلون به طرف کجی میل میکنن. امن، یا کی هست او ذاتی که جعل الارض قرارا، به این زمینی که در حرکت است ایره یک قرار و آرامش داده که شما او را احساس نمیکنین حرکت زمین را. و جعل خلالها، و گردانیده خلالها در خلال امی زمین انهارا، نهرها، دریاها، بحرها، جویبارها. و جعل لها رواسی، و همچنان گردانیده بر زمین زمین کوهها را. و جعل بین البحرین عاجزا، و این خالق او خالق است که در بین دو بحر یک فاصله و پرده، مثل ما شما گفتیم برزخ بود نه؟ اله، آیا معبودی به حق هست مع الله امرای الله؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثریت زنا علم ندارن. شما که عقلتان در کار پردین در این مخلوقات الله یک یک نظر بکنین، بالاخره شما معبود حقیقی را درک میکنین. اما یجیب المضطر اذا دعاه، و کیست او کسی که جواب بده، قبول بکنه، اجابت بکنه دعای مضطر، انسانی که در حالت اضطراری و سختی قرار داره، اذا هنگامی که دعاه و دست دعا را به بارگاه زو بالا میکنه. این کی هست؟ و یکشف السوء، و کی هست که باز امو سختی های از این را برداره؟ آیا این بتها و قبرها و سنگ و چوب و نباتات را که شما عبادت میکنید و این کارا را کرده میتونه؟ و یجعلکم خلفاء الارض، کی هست ذاتی که شما را گردانید جانشین در زمین که به عوض مخلوقات قبلی شما آمدین؟ اگر شما یا را دقیق فکر بکنین، اله مع الله، آیا معبودی از به امرای الله؟ این کلش توحید بیان میکنن، توحید ربوبیت. وقتی که رب بس که خلق کننده است، باغها را خلق کرده، زمین خلق کرده و دیگه قرار بر زمین داده، کوهها را خلق کرده، بحرها را خلق کرده، در بین بحر فاصله و حاجز خلق کرده، این کلش مربوط میشه به توحید ربوبیت الله. باز از اما یجیب المضطر، این توحید الوهیت است، وحدانیت الله را بیان میکنه که یکی توحید دعا هست که وقتی شما دعا میکنین آیا غیر الله میتونه دعای شما را اجابت بکنه؟ اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، کی هست او ذاتی که شما را راهنمایی میکنه در تاریکی های خشکه و بحر؟ و ما یرسل الریاح، شما دقیقا همین چیزها را دربارش کم فکر بکنین، ببینین که این کلش عبادت های فکری را بیان میکنه. یعنی در اسلام که ما شما گفتیم که عبادت فکری هست، 6 قسم عبادت هست. عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، قسم سومش عبادت زبانی هست، قسم چهارمش عبادت بدنی هست، قسم پنجمش عبادت مالی هست، قسم ششمش عبادت قانونی هست. الله متعال این دلایل از این سر سپاره تا به اینجا عبادت فکری را میکنه. شما فکر بکنین با کل این چیزها. وقتی که عبادت فکری بکنین باز شما بر ربوبیت الله
به الوهیت الله، به وحدانیت الله خوب پی میبریم. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح، و کیست او ذاتی که میفرسته این بادها را بشرن که مجرم میدهند بین یدی رحمته، در پیش از رحمت الله که باران است، یعنی پیش از اینکه رحمت الله باران بیه الله متعال بادها را میفرستند. اله مع الله، آیا معبودی به امرای الله هست؟ کجاست فکرتان؟ تعالی الله عما یشرکون، الله بسیار عالی مقام است. عما یشرکون نسبت به آنچه که اینا با الله چی میکنن؟ شریک میآورن. اما یبدأ الخلق، یا او کدام ذاتی هست که آغاز کرده، از اول ابتدا کرده الخلق، خلقت را در اول مخلوقات خلق کرده، ثم یعیده، باز او را دوباره برمیگردانه و زنده میسازه. سر از این فکر کردین؟ اگر کردین عبادت فکری انجام دادین، اگر نکردین فکر بکنین که عبادت فکری را بفهمین. و ما یرزقکم من السماء والارض، سر از این فکر کردین که شما را رزق میده از آسمان و زمین، آب از آسمان روان میکنه، چاها و چشمه ها را در زمین خلق کرده است. اله مع الله، آیا معبودی به حقی به امرای الله هست؟ قل هاتوا برهانکم، بگو بر از این مردم اگر اینا واقعا تدبر و تفکر کردن و روشن فکر می بودن، برشان بگوین که خیلی شما بیارین برهانتان، دلیلتان را، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. دلیل از اونها چی است؟ مردم های بیدین میگن ای تصادفی است، کل چیز که هست چی است؟ تصادفی هست. حالا برش بگین گلاس کسی چی است؟ میگه یا هم تصادفی است. اوهو یاب که دمین است یا هم تصادفی است. این قلم یا هم تصادفی است. این پوشش هم تصادفی است. این نیچگکش هم تصادفی است. اگر هم انجینیر که قلم ساخته برش میگه که ای بسیار لوده انسان هستی، سر از این قلم ما چقدر کار کردیم. یک چیزی تصادف نیست. این گلاس تصادف نیست، این آب در گلاس تصادف نیست، این مایک تصادف نیست. حتی این چراغه که روشنش هم روی یک هدف چی شده؟ ساخته شده است. کنم نفری که در اونجا هست میفهمه که اینجا برق داره کار میده، و من میفهم که برق داره. بسیاری وقتا در استودیو که میرو نفر بر اینا که میگم که گروپ چالان شد درس شروع کن. پس هیچ چیز چی است؟ تصادفی نیست. هیچ چیز. شما این مخلوقات سعی کنین آیا تصادف است؟ هیچ چیز تصادفی نیست. قل بگو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. این توحید در غیب شناسی. توحید در غیب شناسی چی است؟ که انسان موحد عالم الغیب فقط الله را میدانه، و انسانهای مشرک در توحید اسما و صفات شرک میارن. گاهی میگه فالبین غیب میفهمه، گاهی میگه پیغمبر غیب میفهمه، گاهی میگه جن غیب میفهمه، گاهی میگه ملائکه غیب میفهمه. این آیت قرآن میگه که نه، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا یعلم و نمیداند من فی السماوات، اون مخلوقاتی که در آسمان ها هستند، از ملائکه گرفته تا نباتات و جمادات و گازات و حیوانات و کل از اینا چی در آسمان ها هستن و الارض و چی در زمین هستن، یا نمیدانن. چی رو نمیدانن؟ الغیب الا الله، بغیر از الله. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله غیب نمیفهمن بغیر از الله. این توحید در اسماء و صفات میگه، و در بین توحید اسماء و صفات این توحید در علم غیب الله میگه. و ما یشعرون، اینمی ملائکه نمیفهمن، پیغمبران نمیفهمن، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هیچ کس نمیفهمه که ایان یبعثون، که چه وقت اینا مبعوث میشن. وقت دقیق از ایره الله عالم الغیب است. او میفهمه که اینی لحظه قیامت میشه و مردم دوباره مبعوث میشین. بل دارک علمهم فی الاخره، بلکه علم از اینا ختم شده در مورد آخرت. حتی بسیاری مسائلی که در آخرت صورت میگیره اینا او رو درک کرده نمیتونن، نمیفهمن. بل هم فی شکن، بسیاری از اینا در شک هستن. منها مردمای بیدین، او کسایی که دیندار است میگه ما علم غیب نداریم، او کسایی که بیدین است باز شک میکنن. بل هم منها عمون، بلکه اینا از این نابینا هستن.
وقال الذين كفروا، حال دلیل کافرها را بیان میکنه که کافرها چی مشکل دارن. میگه وقال الذين كفروا، و میگن کسایی که کافر شدن، اذا كنا ترابا و آباؤنا، وقتی که ما خاک شویم و پدران ما هم که خاک شدن، اینا لمخرجون، باز ما خارج میشیم از این خاک. لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا، میگه وعده داده شده بر ما و به پدران ما، من قبل و قبل از این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این کتاب های آسمانی مگر قصه های مردم های سابق. قل، الله متعال بر رسول الله میگه که برشان بگو که سیرو فی الارض، برین سیر بکنین در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، ببینین که عاقبت و نتیجه مجرمات چی بودن. ولا تحزن علیهم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما جگرخون نشین علیهم بالای از اینا، ولا تکن و ما باشین فی ضیق در تنگی، یعنی برای شما تو از نگاه روانی سایکولوژی برای شما کدام فشار عصبی نبیه، دلتنگی بالایتان نبیه، مما یمکرون، از آنچه که اینا برنامه ریزی میکنن. و یقولون، دیگه یا چی میگن، متى هذا الوعد، این وعده چه وقت است، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. قل عسى ان یکون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، قل بگو که عسى نزدیک از ان یکون ردف لكم، که ای باشه نزدیک به شما چی، بعض الذي تستعجلون، بعضی چیزهایی که شما عجله میکنین. بعضی از این عذابها شاید بسیار عاجل برتان برسه، ولی بسیاری کساس حتی از این عذابهایی که سر بعضی مردم ها میرسه پند نمیگیره. ما و شما میبینیم فلانی منطقه زمین پاره شده، قدر مردم غرق شدن در زمین، فلانی جای موترایشان کت موترایشان رفتن. طوفانایی میشه به نام سونامی که ما و شما سل میکنیم که حتی از بلند منزلا صاحب او کششان میکنن، در زمین ها لوتک میزنن. تو طوفانایی میشه که حتی گوساله را میبینی که همون طوفان شمال در هوا بالا میکنه. تو طوفانایی میشه که زنده موترا را میبینی که بسته کل از ایران. همین فیلمای سونامی را سیل کنین، بسیاری کسان میگه حتی می عذاب بر شما بسیار به عجله هستی. همین کافرها چند سال پیش میفتن بریم، کل ما از اروپا و از اینجا میامدن میفتن بیایی که بریم دمی طرف تایوان، طرف تایلند میفتن اینجا تایلند که بری، اندونزیا و مالزیا و تایلند و اینجا کس باز میفتی اینجا بسیار خوب بحر داره، لب بحرش بسیار لوکس است، بسیار مراکز زنا تایلندیا ساخته بودن، این مردم ما ساخته بودن. الله متعال یک دفعه سر از اینا یک طوفان خطرناک را آورد که بعد میلیون ها میلیون کشته شدن، بسته قریه ها نابود شدن. فیلمای سونامی را شما سیل کنید چقدر خطرناک است. ولی با وجود از این هم الله متعال میگه که قل عسى ان یکون ردف لكم، بگو برشان شاید که اینمی عذابی را که بعد الذی تستعجلون که شما عجله میکنین براتون برسه، ولی کاش که از او پند بگیرین. و ان ربک لذو فضل علی الناس، و یقینا رب تو بسیار صاحب فضل است و مردم که بر از اینا فرصت میته، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لکن اکثریت از اینا شکر نمیکنن. این کلش کس یک فرصت از جانب الله. و ان ربک لا یعلم، و یقینا که رب تو میفهمه ما تکن صدورهم، آن چیزی که پت میکنن سینه هایشان، و ما یعلنون، و آن چیزی را که علنی و آشکار بیان میکنن. و ما من غائبت فی السماء، و هیچ چیزی و نیست هیچ چیز غائب و پوشیده فی السماء والارض، در آسمان و زمین، الا فی کتاب مبین، مگر ای که در لوح محفوظ کل از اینا نوشته شده است. بسیاری چیزا را شما تصادف فکر میکنین، تصادف نیست، این کلش در لوح محفوظ چی است؟ ذکر است. ان هذا القرآن، این قرآن عظیم شان کس، یقص علی بنی اسرائیل، بیان میکنه به بنی اسرائیل، اکثر الذی هم فیه یختلفون، بسیاری چیزایی را که خودشان در بین خود اختلاف میکنن. و انه یقینا می قرآن کس لهدى، هدایت است، و رحمت للمؤمنین، رحمت است بر مؤمنان. ان ربک یقضی، یقینا که رب تو قضاوت فیصله میکنه بینهم بحکمه، در بینشان با حکم خود. و هو العزیز العلیم، الله کس بسیار ذات غالب است و علیم دانا هست. فتوکل علی الله، پس ای رسول الله صلی الله علیه و عبادت قلبی چی است؟ توکل. توکل بر کی بکن؟ توحید در توکل، که فقط توکل به الله بکنی. انک علی الحق المبین، یقینا که رسول الله صلی الله علیه و تو بر توحید واضح و آشکار هستی. انک لا تسمع الموتى، ای رسول الله صلی الله علیه و این گپار کسایی میشنون که زنده باشن
گوش شنوا داشته باشن. اما کسی که کافر است، بیدین است، حق نمیفهمه، این پیش الله مثل مرده ها هست. پس این مردمایی که سونشان سیل میکنه، که چشمک لقلق سون تو سیل میکنه، این مثل جسدهای متحرک هستن. انک لا تسمع الموت، ای رسول الله، تو شنوانده نمیتونی مرده ها را، ولا تسمع الصم، و نمیتونی که بشنوی مردمایی که کر هستن. الدعا امو طلب و ندا و دعوت را. اذا ولوا مدبرین، وقتی که اینا چی میکنن؟ همون تو روی دور میتن، نمیخواین بشنون. مثل جسدهای متحرک گپ نمیفهمن. و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، همچنان تو نمیتونی کسایی که چشم دارن لکن پیش الله کور هستن، اینا رو نمیتونی که هدایت بکنی از ضلالتهم، از گمراهیشان. ان تسمعوا، نمیشنود ای حق را، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، کسایی که ایمان دارن با آیات ما، فهم مسلمون، اونا مسلمان های حقیقی هستند. و اذا وقع القول، و وقتی که واقع شود امو قول، وعده عذاب علیهم بالایشان، اخرجنا لهم دابة من الارض، باز ما یک حیوانی را از زمین خارج میکنیم. این دابه کسی یکی از علامات قیامت است. تکلمهم، که با سخن میگه امی حیوان به امرایشان، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، ای که مردم با آیات و معجزات ما اینا یقین نمی داشته باشن. و یوم نحشر من کل امه فوجا، و الله میگه روزی که جمع میکنیم از هر امتی یک گروه، ممن یکذب بآیاتنا، او کسایی که تکذیب میکردن با آیات ما، فهم یوزعون، بازیات تقسیم میشن به گروه ها. حتی اذا جاءوا، وقتی که باز بیاین، قال میگه اکذبتم بآیاتی، الله متعال میگه امی شما کسایی بودین که تکذیب کردین به دلایل ما، ولم تحیطوا بها، و او را احاطه نکردین، علما، از نگاه علم هم او را درست تحقیق نکردین. اما ماذا کنتم تعملون، شما چی عمل میکنیم، چی عمل میکردین. و وقع القول علیهم، و واقع میشه حکم عذاب بالایشان، بما ظلموا، به سبب اینکه اینا ظلم کرده بودن، فهم لا ینطقون، باز یا گپ زدن نمیتونن دیگه. علم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، آیا اینا ندیدن این قدرت الله را که الله میگه انا جعلنا، ما ساختیم اللیل، شب را خلق کردیم، شب را لیسکنوا، تا که اینا سکون بگیرن، آرامش بگیرن، فیه در آن، و نهار و روز مبصرا، روشن ساختیم به خاطر بصیرت و گشت و کار و گپا. ان فی ذلک، در اینمی شب و روز هم لآیات، دلایل از دلایل قدرت الله هست، لکن برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان داشته باشند. و یوم ینفخ فی الصور، روزی که پف شود در سور، ففزع، باز مضطرب و هیجانی می شوند، من تمام کسانی که فی السماوات، در آسمان ها هستند، و من فی الارض، و اون مخلوقاتی که در زمین هستند، الا من شاء الله، مگر کسی را که الله بخواه او را باز آرامش میتن. و کل اتوه داخرین، باز کل از اینا به پیش الله من بسیار عاجز، ضعیف، ناتوان. ای رسول الله سم، و تر الجبال، تو کوه ها را میبینی، تحسبها جامدتن، فکر میکنی که ای کوه ها جامد هستن، و هی تمر مر السحاب، اینا ای کوه ها تو حرکت دارن مثل مرور ابر. همین قسم که شما کوههای ابر در آسمان ببینید که در حرکت هستند، این کوههای زمین هم در حرکت هستند. صنع الله الذي اتقن كل شيء، این صنعت الله هست، این خلقت الله هست. الذي، او ذاتی که اتقن، بسیار زیبا خلق کرده، با اتقان خلق کرده، کل شیء، هر چیز را. انه، یقین داشته باشین که الله خبیر، بسیار با خبر است، به ما تفعلون، آنچه که انجام میتین. من جاء بالحسنه، اگر کسی یک حسنه را انجام میده، فله خیر منها، پاداش از او بهتر از او حسنه که خودش انجام داده. و هم من فزع، باز اینی کسانی که حسنات انجام میتن، باز اینا از ترس یومئذ، از جز و فزع که میگن، از امون سختی های یومئذ، روز قیامت، چی میباشن؟ آمینون، در امن میباشن. و من جاء بالسیئه، و هر کسی که باز یک عمل زشت انجام میده، مشرک میشه، بیدین میشه، کافر میشه،
سارق میشه، زانی میشه، در فسق و در فجور خود مبتلا میکنه. فکبت وجوههم فی النار، باز اینی مردما سرنگون میشن، با روحای خود مفتن، با روحای خود فی النار، در آتش دوزخ. هل تجزون، یعنی شما جزا داده نمیشن مگر به آن چیزی که شما خودتان عمل کردین. این نتیجه اعمال خودتان است. انما یقینا که رسول الله تو برشان بگو که امرتو، ما امر کرده شدیم، امرتو امر کرده شده بر من، ان اعبد، ای که من خودم پیغمبر هستم، عبادت بکنم، رب هذه البلده، ما رب از این شهر، الذی حرمها، او شهری که الله متعال او را حرم خود قرار داده که مکه مکرمه هست. وله کل شیء، در اینجا معلوم میشه توحید در حرم قرار دادن او چی هست؟ جایی را که الله حرم قرار داده اونمو حرم الله هست. مکه را حرم قرار داده و مدینه را. این بعضی کساس ببینید که قبر فلانی را حرم قرار میده، خانه فلانی را حرم قرار میده. این غلط است. حرمها، چی میگه؟ انا اعبد رب هذه البلده، ما عبادت کنم رب این شهر که او را کی حرم قرار داده؟ الله قرار داده حرم. وله کل شیء، و مخصوص الله هست تمام امور. و امرتو، یعنی رسول الله صلی الله علیه و میگه حتی ما خودم امر شدیم، ما از دل خود چیز را نمیارم. و امرتو، و بالا ما خودم امر شدیم، ان اکون من المسلمین، که از جمله مسلمانان باشم. و ان اتلو القرآن، و امر شدیم که ما تلاوت قرآن را بکنم. فمن اهتدى، پس هر کسی که هدایت میشه، فانما یهتدی لنفسه، منفعت هدایت بر نفس خودش است. و من ضل، و هر کسی که گمراه میشه، فقل انما انا من المنذرین، بگو که من از جمله ترسانندگان هستم، من نذیر هستم و بشیر هستم. و قل الحمد لله، و بگو برشان که حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست. سیریکم آیاته، او بر شما نشان میده نشانه های قدرتش را، فتعرفونها، پس شما این نشانه های قدرت را میشناسین. و ما ربک بغافل عما تعملون، و نیست رب تو از بیخبر از آنچه که اینا عمل میکردن.